پروردگار احد کریم هر کی را مراد مقصود و طلب حاجاتی است خدایا از خزینه رحمتت خیر بگردان. اله پروردگارا مسافران راه را سفرشان را خدا از همه بلا و مصیبت های سفر جان و مالشان را خدا در امان نگه بدار. الها روزی است که همه ارواحان امید دعا دارند. کدام کسانی که امروز در تفسیر قرآن و حدیث پیغمبر علیه السلام و در دعای جمعیت مؤمنین امروز جمعه را فراموش نکردند، خدایا همه گذشتگیان را راضی و رحمت کن. الها در قطار شما مای مسکینم، خدا پدر مادر من رحمت، استادای پاک من خدا رحمت، خدا همه شما را هموطنان عزیز در وطن تنج آرام برکت فیض